آیا وقتی به وطن برگشتن به همه مهاجرا رسیده یا که ولی هم باید ما انتظاری بکنیم؟ برای اینجا چند کس به چهره گپ زدگی به چهره بسیار کلان نشیده بریم افسابوز دکست کنیم تغاره دا بفینیم خیلی کنیم به وطن بر بگردیم همه کسا به فکر ما باید همه کسا کلان نکنیم به وطن بر بگردیم. سلامت باشد. همین سوال را خیلی زیاد میپرسند و من اصلا تا اون وقتی که یک تصمیم سیاسی از طرف نیروهای اساسی مبارز گرفته نمیشود بازگشت هموطنان ما از خارج به داخل کشور نباید از طریق کلان اتوبوس ها و با یک اعلان های سیاسی انجام شود، بلکه مردم مهاجر که به خارج تنها برای جای کار سفر کرده بودند اینها باید آرامانه و به اون طریق شخصی برگردند به وطن. چرا باید به وطن برگردند؟ برای آنکه دیگر در روسیه شما دیده ایستادید که جای کار نیست متاسفانه و اخیراً هم مقامات روسیه روی خط بیشتر از 240,000 مهاجر تاجیک را نشر کردند که در یک مدت کوتاه تا 2 ماه تا ماه ایون به فکرم باید اینا از نو سندهای خود را درست کنند که من باور ندارم که همه اینها بتوانند سندهای خود را درست کنند. و باز می‌بینیم که بسیاری از شهروندان ما در داخل کشور هم نوبت ایستادن برای خریدن بلیط که به روسیه بیان. سوال با وجود میاد که برای چی؟ به کجا؟ مگر همین تقدیر 200 و 300 هزار تاجیک در روسیه سرگردانند و باید اخراج شوند برای ما و شما کم است که باز از تاجیکستان بلیط میگیرید به روسیه برای کار میاد. در روسیه که الان هم در تحت تاثیر این کرونا ویروس و هم این تحریم‌های غربی‌ها که امریکا تحریم کرده است و اروپا روسیه را تحریم کرده است اقتصاد روسیه ضرر می‌بیند و جای کار کم می‌شود و شما بلیط میگیرید به روسیه میآید در اونجا جای کار نیست بعد 6 ماه مجبور میشوید که باز بلیط بگیرید برگردید. به نظر من چی باید کرد؟ باید کسانی که در داخل کشور هستند مگر اینکه برای خواندن برای طبابت یا مطمئن هستند 100% جای کار دارن اینها خب میتونن سفر کنن بیان برای رزق فرزنداشون کار بیان. اما کسانی که توکلی آمدنی میشوند یک کس وعده کرده است که بیا ما جای کار پیدا میکنیم یا میگه خودم میروم جای کار پیدا میکنم بلیط نگیرن همون پول بلیط رو بازن و بچه‌تون در همونجا بخورید و از حکومت طلب کنید که برای شما جای کار پیدا کند. کجا میروید به وطنی بیگانه؟ کسانی که در خارج هستید مهاجرانی که الان در روسیه هستید آیسته آیسته دیگر برگردید به وطن چون شما نه عضو یک کدام حزب سیاسی هستید که شما را در وطن تحت فشار قرار بدهند پرسجو کنند. شما یک شهروند عادی تاجیکستان بودید که برای کار به روسیه آمدید حاضر دیگر مشکلات بود و باش داره جای کار نیست حجتاتون درست نیست بگردید به وطن و از حکومت تاجیکستان طلب کنید که در اونجا برای شما جای کار پیدا کنند. اما کسانی که فکر سیاسی دارند میخواهند با تاجیکستان همچون یک نیروی سیاسی و از حکومت تاجیکستان مسئله گذاری سیاسی کنند تغییرات اصلاحات و که از قدرت دور برود من فکر میکنم که این دوستان بدون کدام سر و صدا برگردن همچون یک شهروندی عادی به وطن. ولی اگر مشکلی دارند حالا میترسند که اگر برگردن دچار کدام فشاری میشوند منتظر اون مهلت و زمان باشند که یک تصمیم سیاسی گرفته میشود برای بازگشت دست جمعانه به وطن.